السلام علیکم و رحمت الله. در این ویدیو مختصری از اساسیات علم حدیث رو با هم بررسی می‌کنیم و خواهیم فهمید که چطور علما احادیث رو به صحیح، ضعیف و موضوع طبقه بندی می‌کنن و معنای هر اصطلاح دقیقاً چیه. علمای ما از ابتدا قواعدی رو پایه‌ریزی کردن تا به کمک این قواعد صحت نسبت یک خبر رو به گوینده بسنجن. آیا کسی که این سخن به اون نسبت داده شده واقعاً چنین حرفی زده؟ آیا این سخن دقیقاً با همون الفاظ و کلماتی که گوینده اون رو بیان کرده به ما رسیده؟ خصوصا در مورد فرموده‌های رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چون کلام رسول خدا دینه، پس لازمه که در این مسئله سختگیری و حساسیت زیادی به خرج داده بشه تا کسی عمدن یا سهوا چیزی به دین اضافه نکنه یا چیزی از اون کم نکنه. تصور کن پیامبر خدا اینجاست و تو هم اینجایی و بین شما فاصله زمانی زیادی وجود داره و حدیثی از پیامبر خدا شنیدی. حالا از کجا میدونی که رسول خدا حقیقتاً چنین سخنی فرموده؟ در طی این مسافت زمانی افرادی وجود داشتند که احادیث رو از سر تا سر جهان جمع‌آوری می‌کردند و در قالب کتاب‌هایی می‌نوشتند، مثل بخاری، مثل مسلم، ابو داوود، ترمذی و این کتاب‌ها به تواتر و همونطور که نویسنده نوشته به دست من و شما رسیده. حالا معنای تواتر رو هم در ادامه می‌فهمیم. پس برای تحقیق و صحت سنجی حدیث کافی اون رو در طول این مسافت زمانی بررسی کنیم، از رسول خدا تا گردآورنده احادیث که در اصطلاح به این اشخاص مخرج گفته میشه. حالا میایم سراغ مخرجین و ازشون میپرسیم از کجا فهمیدی که این حدیث رو واقعا پیامبر فرموده؟ تو که نه پیامبر رو از نزدیک دیدی و نه این سخن رو از خودش شنیدی. در جواب میگه من از فلانی شنیدم، اونم از فلانی شنیده و همینطور ادامه پیدا میکنه تا در نهایت به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میرسه. در نتیجه یک زنجیره از افراد شکل میگیره که شخص مخرج رو به شخص پیامبر متصل میکنه. به خود این زنجیره سند حدیث میگن و به اشخاص داخل این زنجیره روات یا راوی‌های حدیث گفته میشه. برای اینکه یک حدیث به درجه صحیح بودن برسه، لازمه که این زنجیره قوی و به هم مرتبط باشه. هر حلقه از این زنجیره یک شروع و یک پایان داره که طول عمر راویه. پس اگر این راوی در سال 100 از دنیا رفته باشه و این یکی در سال 101 تازه متولد شده باشه، سند حدیث منقطعه و حدیث ضعیفه، چرا که طبیعتا این دو راوی همدیگر رو ندیدن و باید یک نفر این وسط وجود داشته باشه که این دو رو به هم وصل کنه. اما این شخص کیه؟ نمیدونیم. اصطلاحاً بهش میگن راوی ساقط. پس اگر ندونیم که این راوی دقیقاً چه کسی بوده، به حدیثش اعتماد نمی‌کنیم، چرا که ما دین رو از افراد مجهول نمیگیریم. حالا اگر این انقطاع سند از سمت مخرج باشه، بهش میگن حدیث معلق. اگر سند حدیث به طور کل منقطع باشه، بازم بهش میگن حدیث معلق. اما اگر انقطاع سند از سوی رسول خدا باشه، به این حدیث مرسل گفته میشه و اگر انقطاع در وسط سند باشه، منقطع گفته میشه. ولی اگر دو تا راوی یا بیشتر به صورت متوالی از سند ساقط باشن، بهش میگن حدیث معضل. مثلا این حدیث اسمش چیه؟ هم معلقه، هم معضله و هم منقطع. اما علمای حدیث معمولا معلق رو به کار میبرن. اگر زنجیره کامل و مرتبط باشه و هیچ انقطاعی درش نباشه، اما یک خللی در یکی از این حلقه ها وجود داشته باشه، مثلا این راوی حافظه ضعیفی داره، در این حالت حدیث ضعیف میشه، چون ممکنه حدیث رو برخلاف مقصود پیامبر خدا روایت کنه و معنی و مفهوم حدیث رو تغییر بده. و به همین شکل اگر یک راوی فاسق باشه و در روایتاش تقوای خدا رو در نظر نگیره، یا شخصی مبتدع باشه که ممکنه حدیث رو در جهت ترویج بدعت خودش تغییر بده، یا اگر یکی از روات فاقد مروءت یا اخلاق باشه، امکان نداره ما دین خودمون رو از چنین افرادی بگیریم. اما اگه یکی از روات مشهور به دروغگویی باشه، به این حدیث موضوع گفته میشه. حالا سوال، چطور میتونیم احوال و خصوصیات این راوی ها رو بسنجیم؟ علماء اون زمان کتب زیادی در مورد احوال روات نوشتن. اساتید، شاگردان و نزدیکان اون راوی در مورد چی میگفتند و چه نظری داشتند. خود علما هم قدرت حافظه و تقوا و صحت اعتقاد راوی رو امتحان میکردند و مورد سنجش قرار میدادند، مثل داستان معروف امتحانی که اهل عراق از امام بخاری گرفتن و در نهایت تمام نتایج حاصل شده و احوال و وضعیت راوی ها رو در کتاب‌های ثبت و ضبط میکردند، مثل کتاب تهذیب الکمال یا کتاب سیر و اعلام النبلا و یا کتاب تاریخ مدینه دمشق که برای بررسی وضعیت و احوال روات میشه بهشون مراجعه کرد. اما الان یک چیز باقی میمونه. تصور کنید این حدیث رو داریم با یک چنین سندی که این سند ضعیفه، پس در نتیجه حدیث هم ضعیفه، ولی همین حدیث از طریق سند دیگری هم نقل شده که اتفاقا اون سند هم ضعیفه. آیا در چنین حالتی اون حدیث همچنان ضعیف خواهد بود؟
نه، چرا که این دو راوی ضعیف که در سند وجود دارن محال و غیر ممکنه که یک اشتباه واحد رو دقیقاً شبیه به هم مرتکب بشن. پس این حدیث به خاطر داشتن این دو سند از حالت ضعف خارج میشه و اصطلاحاً بهش میگن حسن لغیره و مورد قبوله. خب این از حسن لغیره، اما حدیث حسن چیه؟ حدیث حسن مثل حدیث صحیحه، ولی یکی از روات موجود در سند ضعف اندکی داره که در این حالت میگیم حدیث حسن. اما همون جوری که حدیث حسن لغیره داشتیم، حدیث صحیح لغیره هم داریم. مثلا این حدیث هم 2 سند داره و هر 2 سند هم به صورت جدا حسن هستن، ولی همدیگه رو تقویت میکنن و حدیث یک درجه بالاتر میره و به درجه صحیح لغیره میرسه. اما گاهی میبینیم که یک حدیث سندهای زیادی داره که امکان نداره اون تعداد زیاد از روات دروغ بگن یا اشتباه کنن. در چنین حالتی حدیث متواتره و حدیث متواتر هم قوی ترین و بیشترین میزان صحت رو داره. 2 نوع حدیث دیگه هم داریم از انواع مشهور حدیث به اسمهای حدیث شاذ و حدیث منکر. فرض کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیثی رو بیان فرمودن و این راوی این حدیث رو از پیامبر نقل کرده و از این راوی هم 3 راوی دیگه این حدیث رو نقل کردن. راوی اول و راوی دوم حدیث رو به این شکل نقل کردن، اما راوی سوم حدیث رو این شکلی نقل کرده و هر 3 راوی هم مورد اعتماد هستن. اما نمیتونیم بگیم که راوی اول و دوم اشتباه کردن ولی راوی سوم درست نقل کرده. بنابراین راوی سوم در معرض خطا قرار میگیره و به این حالت حدیث شاذ گفته میشه که یکی از انواع احادیث ضعیفه. حدیث منکر هم دقیقاً به همین شکل، اما راوی سوم که در معرض خطا قرار گرفته این بار ضعیفه و مورد اعتماد نیست. در آخر هم حدیث به 2 دسته کلی تقسیم بندی میشه. یا مورد قبوله و دین خودمون رو ازش میگیریم که این دسته رو احادیث صحیح و صحیح لغیره و احادیث حسن و حسن لغیره تشکیل میدن، و یا مردود و مورد قبول نیست و طبعا دین خودمون رو هم از چنین احادیثی نمیگیریم که احادیث ضعیف با انواع مختلفش مثل منقطع، معضل، شاذ، منکر و غیره و احادیث موضوع در این دسته قرار میگیرن. اما چرا گاهی اوقات احادیثی رو میبینیم که بخشی از علما اون رو تصحیح کردن و برخی دیگه از علما اون رو تضعیف کردن؟ چون که گاهن در اسانید احادیث یک سری مسائل مشکلات وجود داره که خیلی ریز و دقیق هستن و احیانا بر بعضی از اهل علم پوشیده باقی میمونن و این باعث حصول نتایج متفاوت میشه. این ویدیو در اصل ترجمه و بازسازی این ویدیوه که میتونید در یوتیوب تماشا کنید. صفحه جویا رو هم در تلگرام یوتیوب با این آیدی میتونید دنبال کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.